استان گلستان با 1800 خانوار بیش از 5000 جمعیت دارد. واقع شدن این روستا در کنار جاده بین المللی گرگان به تهران و نزدیکی به شهرستان بندر ترکمن موجب شد این روستا در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار بگیرد. مردم این روستا با داشتن بیش از 2000 هکتار زمین جهت تولید کشت کشاورزی، باغداری و دامداری مشغول به فعالیت می باشند. ریشه های باستانی یساقی که به زعم تاریخدانان و باستانشناسان تا 5000 سال پیش نشانی دارد از مهمترین زیستگاه‌های دنیای قدیم در این منطقه بوده است. بنا به شواهد تاریخی و باستانی و حفریات سال 1312 شمسی توسط باستانشناسان سوئدی، وسایل تاریخی کشف شده آن را به عنوان یکی از شهرهای دنیای قدیم معرفی می‌کنند. اهالی روستای یساقی از دهه 40 به بعد به برگزاری جلسات قرآن، احکام، مسائل سیاسی با مدیریت برادران مرحوم حاج علاقلی مؤمن، حاج ابراهیم پاسندی، شهید علی میاندره، شهید علی پاسندی و شهید محمد روشنی اقدام نمودند که تعدادی از جوانان مذهبی جذب جلسات فوق گردیدند و در ادامه همین جلسات بود که مبارزات سیاسی و پخش اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه رژیم منحوس پهلوی شکل گرفت و افرادی همانند شهیدان علی پاسندی، علی میاندره، محمد روشنی، محمد سالاری، حاج میرنقی صمدی، احمد روشنی، محمد هاشم سلطانی و جمعی دیگر از بزرگوارانی که در قید حیاتند در این مبارزات شرکت نمودند و در همین راستا شهید محمد روشنی به دلیل خواندن مقاله‌ای در مسجد جامع دستگیر و به مدت 6 ماه به زندان افتادند. جلسات فوق روز به روز گسترش پیدا کردند و موجب شد روستاهای مجاور